در ارتفاعات رنو در ایلام ابرهای پاییزی قدرت حضور خود را به رخ کوهستان می‌کشند و رفته رفته کوهستان را در بر می‌گیرند. جان درختان سرد شده است و رنگ خود را به سرمای طبیعت باخته‌اند. در قلب این کوهستان هم جاده‌هایی وجود دارند که با پیچ و خم بسیار از کوهستان عبور می‌کنند و خود را به انسان می‌رسانند. با گذر از این جاده‌ها می‌توانیم به شهر ایلام، پایتخت این استان برسیم. در بدو ورود به این شهر میدان ارغوان به استقبال ما می‌آید. ساکنان شهر ایلام که در مرکز استان زندگی می‌کنند، آداب روستایی را فراموش کرده و کاملاً با زندگی شهری خو گرفتند. البته هنوز هم ایلام با بازارچه‌های فصلی همنشین است. دیر یا زود باید از فراز شهر ایلام نیز گذر کرد. معماری ایلام چیزی جدا از معماری ایران نیست. با همان المان‌های موجود در معماری ایران نظیر حیات، حوضچه و گچبری‌های ساده و زیبا. کاخ فلاحتی از جمله بناهایی است که معرف معماری ایلام است. این کاخ در دوران قاجار و به فرمان والی ایلام غلامرضا خان احداث شد. در سالهای اخیر این بنا در محوطه سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته. در کنار این بناهای قدیمی که در گوش و کنار ایلام پنهان شدند، ایلام امروز در زیر سایه ساخت برج‌ها و ساختمان‌های سر به فلک کشیده قرار گرفته. به هر گوشه از این شهر که چشم می‌اندازی، ساختمانی را مشاهده می‌کنی که خراشی بر چهره طبیعی این شهر انداخته است. زخمی عمیق که تا مدت‌ها چهره شهر را دگرگون و ناهمگون می‌سازد. این ساختمان‌های بیشمار نیمه‌کاره یادآور آن تاریخی است که بر سر تمامی شهرهای امروز ایران آمده است. همه شهرهای کوچکی که به یک باره به شهری بزرگ با ساختمان‌ها و آسمان خراش‌های بیشمار بدل شدند. برخی از این ساختمان‌های در حال ساخت پروژه‌هایی هستند که به منظور ارتقاء سطح ورزش استان ایلام در حال ساخت هستند. زمین‌های مخصوص تنیس و زمین‌های فوتبال.
انجام این پروژه های ورزشی می تواند نقش موثری در پر کردن اوقات فراغت جوانان داشته باشد. می توانیم از این زمین‌های ورزشی پرواز کنیم و به زمین‌ها و دشت‌های بی انتهایی برویم که آخرین هوای پاییزی را تنفس می کنند. در این پاییز تالاب‌های نواحی گرم سیری ایلام مهمانان ناخوانده بیشماری دارند. پرندگان مهاجری که در مسیر حرکت خود از شمال سیبری به سوی جنوب و آفریقا می روند تا بتوانند از سرما در امان بمانند. اغلب این مسافران فلامینگوها هستند با پاهایی دراز و بالهایی کشیده که به مرغ آتشی نیز مشهورند. این پرندگان به طور طبیعی 15 تا 20 سال عمر می کنند. هر سال این پرندگان مهاجر در مسیر سفر خود به جنوب تالاب‌های ایلام را به عنوان خانه موقت خود انتخاب می‌کنند. خانه‌ای که به زودی و با آمدن زمستان باید از آن کوچ کنند. به زودی زمستان در ایلام فرا می رسد و زمین‌های زراعی به سکوتی ژرف فرو می روند. رفته رفته طبیعت رنگ می بازد و تنها صدای کارخانجات از دور دست ها به گوش می رسد. گویی این کوهستان با آغاز زمستان خاموش شده و چرخه طبیعی آن از کار افتاده. اگرچه این طبیعت بکر هر لحظه در وجودش رنگی نهفته است. دیر نیست که برف چهره کوهستان زاگرس را سپید پوش سازد و جلوه تازه‌ای به ایلام بدهد. در نواحی شمالی کوهستان ابرها به چرخیدن در لابلای درختها و کوهستان خو کردند و نمی‌گذارند خورشید زمین را گرم سازد. کوهستان رنو نیز که به سنگ‌های سخت خود می‌نازد، حالا قبایی سپید رنگ به تن کرده و شلاق باد را بر پیکر خود حس می کند. جاده ها یخ بستند و درختان مقاوم در برابر سرما نیز توان مقابله با این تغییر فصل را ندارند. در میان ساکنان آسمان کسی نمی داند این درختان بر زمین سپید پوش نقش بستند یا برف چهره این زمین را دگرگون کرده. در ارتفاعات صعب العبور حجم برف بسیار زیاد است، به گونه‌ای که کوهستان در این برف گم شده است. نور خورشید کمسو می‌تابد و سعی دارد چهره کوهستان را گرم سازد. این برف
ارتفاعات ایلام را تا مدت‌های طولانی سفید پوش می‌کند. ایلام در میان استان‌های کشور هنوز هم از حجم بارندگی بالایی برخوردار است، اگرچه این میزان نسبت به یک دهه پیش کاهش یافته است. کوهستان‌های ایلام از این بارش برف به خود می‌بالند. آنها ذرات برف را مهمان خود می‌کنند تا در این هوا در قلب کوهستان خانه کنند. این مهمانی برف و کوهستان تا پایان این زمستان سخت ادامه دارد. حتی کوهستان‌های خشک ایلام که تنها مأمن و محل رشد خار و بوته‌های بیابانی هستند، تسلیم این زیبایی برف شده و لباس زمستانی بر تن کردند. با وجود این، ایلام نشان داده که سرمای زمستانش با استان‌های همسایه متفاوت است. یک طرف زاگرس سپید پوش است و در سوی دیگر زمین هنوز هم آتش آب را دارد، چرا که به هر گوشه‌ای از آن برویم چیزی جز زیبایی و طراوت نیست. پرواز بر فراز ایلام میتواند تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد، همچون زیبایی بی‌نهایت این دیار. هر بیننده‌ای شاهد آن است که زمستان تنپوشی سفید چون عروس بر تن این دیار کرده، تنپوشی که با آن به جهانی فخر می فروشد. بیهوده نیست که ایلام را عروس زاگرس می نامد.